خب سلام، این اولین ویدیوییه که درباره نحوه کار کردن با میکروکنترلرها براتون میسازم و یه سری امکانات درست کردم. حالا انشالله که خوب در بیاد و همینطور ادامه میدم. اگرم که خوب نباشه یه تغییراتی بهش میدم. من میخوام که اول یه مقدار برگردم عقب، یعنی یه مقدار که نه، مثلا حدود 40-50 سال 60 سال توی میکروکنترلر را برگردم عقب و یه چیزایی که خودم حداقل باهاشون کار کردم و بهتون نشون بدم تا برسیم به اون میکروکنترلر و اون بردی که امروزه رایجه و خودم باهاش کار میکنم، که بعد اصل برنامه رو روی همون پیش میبریم. یه نوع میکروکنترلر داریم ما که این تصویرشه، این خودشه. خب AT89C یا S51 این هم دیتا شیتشه که من دیتا شیتش رو میذارم که روش بیشتر حرف بزنیم. یکم ببینم اگر بزرگش میشه کرد. درباره دیتا شیت ها من توضیح بدم تا بعد ببینیم که یعنی اصلا چجوری از کجا باید وارد بشیم بهش. یه همچین چیزی الان دستمونه و میخوایم اینو راش بندازیم، باهاش کار کنیم. از چه نقطه‌ای باید شروع کنیم و چی کار باید بکنیم. تمام این قطعات الکترونیک این دستگاه ها، همه دستگاه ها که کاتالوگ دارن، قطعات الکترونیک و بوردا و ماژولا هم همشون دیتا شیت دارن که توی اون تمام مشخصاتش و نحوه کارش و همه چیزش هستش. معمولا تو صفحه اول این دیتا شیت ها که نگاه میکنیم یه خلاصه ای ازش نشون میده، خلاصه ای نوشته ازش که توی نگاه کلی میتونیم بفهمیم که این چیه و در چه نوعیه و مشخصاتش چیه. مثلا این AT89S51 یه میکروکنترلر خیلی قدیمیه، پایه اینا Z80 بود که تو دهه فکر میکنم حتی دهه قبل از 80 میلادی سی پی یو کامپیوتر بر مبنای Z80 بود که البته اون میکروپروسسوره، که بعد اینو اومدن یه مقدار امکانات، قابلیت ها در کنارش اضافه کردن و به شکل یه میکروکنترلر عمومی در اومده که خب باش خیلی کارا میشه کرد. همینجوری که توی دیتا شیت میبینین یه میکروکنترلر 8 بیتیه. این توی میبینین اولش که گفته که از خانواده MCS51، بعد یه میکروکنترلر 8 بیتیه که 4 کیلوبایت حافظه برنامه داره. 4 کیلوبایت با اعدادی که ما امروزه باش سر و کار داریم با صحبت ترابایت، این یه مقدار خیلی کمیه. و البته که حتی میکروکنترلرهای الان روز هم این حافظه برنامهشون حافظه کوچیکیه، چون برنامه هایی که می نویسیم روی اینا انقدر حجیم نیستش که حافظه زیاد لازم داشته باشه. مال این حالا 4 کیلوبایته. توی بعدی ها هم دیتا شیتش رو میبینیم و میبینیم که مال اونا چقدره. بعد یه پارامتر خیلی مهم که توی تمام قطعات الکترونیک هست ولتاژ کارشونه. مثلا این الان از 4 ولت تا 5.5 ولته که معمولا ما همون 5 رو بهش میدیم. ولتاژ هایی که توی کار میکروها و حتی تو خود کامپیوتر هستش، سی پی یو کامپیوتر، البته نه کل محیطش، مخصوصا میکروهای امروزی رو 3.3 ولت کار میکنن. ولتاژ پایینه، توان مصرفیش خب میاد پایین تر دیگه، ولی خب این چون قدیمی تره این بین 4 تا 5.5، یعنی اون 3.3 اگه به این بدیم روشن نمیشه، کار نمیکنه. معمولا هم اینو با همون 5 استفاده میکنیم. بعد
پردازنده یعنی فرکانس سی پی یو ببینید 33 مگاهرتزه. این حد اکثر سرعتیه که این داره، یعنی حد اکثر فرکانسیه که این میتونه قبول کنه باش کار کنه، که اینو ما از طریق کریستالی که کنارش میذاریم تأمین میکنیم. از کریستال 11/0 فکر میکنم 96. بعد عموما هم که کریستال 12 مگاهرتز استفاده میکنیم. داخلش ضرب کننده داره، به خاطر اینه که شما میبینید اونجا 33 است، ولی ما کریستال 12 مگ استفاده میکنیم. نهایتش هم دیگه کریستال 24 مگاهرتزه که بالاترین سرعت همون 33 رو به همون میده. بعد مموری لاک داره که جلوتر بهتون توضیح میدم. بعد 128 بیت یعنی 128 بایت یعنی 128 تا 8 بیتی رم داره که یه رم خیلی کمیه. اسمن البته کمه، خیلی کارا باهاش میشه کرد و اگه بیشتر لازم داشته باشیم باید کنارش چیپ های حافظه اضافه کنیم، میتونیم اضافه کنیم و تو دیتا شیتش اومده که اگر خواستین همچی کاری بکنیم به چه شکل باید بشه، یعنی چطوری با اون چیپ یا چیپ های حافظه ای که اضافه میکنیم ارتباط برقرار کنیم. بعد 2 تا تایمر داره 16 بیتی. UART داره. UART ارتباط سریاله. اگه از کیس های قدیمی کامپیوتر اگه داشتین پشتش دیدین پورت خیلی قدیمی ترا پورت پارالل داشت، پورت موازی بود که معمولا پرینتر بهش وصل میشد و پورت سریال هم داشت که خود فکس مودم کامپیوتر که ابزاری بود که قدیما باهاش اینترنت وصل می شدیم از طریق خط تلفن، فکس مودم خودش رو پورت سریاله. غیر از اون یه پورت دیگه ای هم پشتش می اومد، البته پورت 9 پین و 25 پین داشت، کوچیک و بزرگ بود که رو 9 پینش عموما اون زمان وصل می کردیم چون اون زمان USB نیومده بود یا خیلی تازه بود، بعدها اومد و هنوز موس و کیبوردها USB نشده بودن، سریال بودن و یعنی در واقع خام بودن که روی پورت سریال 9 پین وصل می شدن. بعد دیگه حالت لو پاور و آیدل داره، یعنی میشه در شرایطی ما اینو ببریمش به حالت خواب، حالتیه که خاموش نیست ولی روشن هم نیستش. بعد با یه وقفه‌ای بهش میتونیم روشنش کنیم دوباره که کارشو از اول شروع کنیم، یعنی ادامه بده. واچ داگ داره، من واچ داگ رو جلوتر توضیح میدم بهتون. بعد و خب حالا خیلی امکانات دیگری که اینجا هم یه توضیح کوچیکی در موردش نوشته. این شکلاییه که این میکرو داره. یه شکل دیپ داره که همینیه که اینجا هست. دیپ یعنی دوال این لاین پکیج، 2 تا لاینه و اینطوری پکیجش کردن دیگه، پایه ها در 2 طرفش قرار داره و 2 تا فرم دیگه هم داره، PLCC و TQFP که اینا پایه ها میبینین توی 4 طرف میکرو قرار داره. این PLCC اینم TQFP. پایه ها توی 4 طرف قرار داره. حالا آرایش پایه ها و سایز خود چیپ تغییر میکنه که این مسئله ایه که ما توی طراحی PCB ازش استفاده میکنیم، یعنی میتونیم که بر حسب اینکه چه نیازی داریم و سایز هامون چجورین و بعد شرایط کاری و به اضافه اینکه شرایط بازار ما میایم هر کدوم از اینا رو که لازم داریم میتونیم انتخاب کنیم. دیپ ها معمولا تو بازار خیلی راحت تر پیدا میشن و ارزون تر هم هستن و PCB هم که براش طراحی میشه ارزون تر ساخته میشه و طراحی میشه تا این حالت ها، این یکی ها. مثلا الان من بخوام بهتون نشون بدم، ببینین اینو نگاه کنین روی این یکی بورد، این CPU این بورده،
این از اون پکیجای PLCC که میبینین دیگه، پایه های خیلی ریزتری داره و تو 4 طرفش پخش شده و خیلی ظریفتر و کوچیکتره، ولی خب طراحی این بورد که این روش نصب بشه مشکل تره و گرونتر در میاد و به اضافه اینکه خب تعمیرات اینم مشکل تر از اوناست دیگه، چون اینو لحیم کردن و بعد در زمانی اگه به لازم باشه بازش کنیم، باز کردنش تجهیزات اضافه تری میخواد، در حالی که اینو با یه سوکت و پایه میشه قرار داد رو برد و هر زمان که میخواین یه چیزی میندازین زیرش و درش میاریم. یا دیگه نهایتش البته هیچ وقت با میکروها و حافظه ها، با میکروها این کار رو نمی کنن، ولی اینو لحیمش هم حتی میشه کرد روی برد. بیایم پایین تر دوباره روی همین دیتا شیت، این بلوک دیاگرامشه. تمام این چیپ ها و میکروها رو وقتی دیتا شیتشون نگاه میکنین یه بلاک دیاگرام داره. این نشون میده به صورت بلوکی که داخل این چی هستش، چه شکلیه، یعنی واحدهای مختلفش رو به شکل بلوکی و ارتباط بین این بلوک ها رو بهتون نشون میده. مثلا ببینین الان 4 تا پورت داره این P0 تا P3. این 4 تا در واقع همین پایه ها بهش وصلن، این پورت ها روی پایه هاست. 4 تا 8 تا پایه، یعنی 32 تا از پایه های این مربوط به پورت هاشن، ورودی ها و خروجی هاشن که ما از طریق اینا تجهیزات دیگه همون رو بهش وصل میکنیم. بعد دیگه تایمراش و IRQ و نمیدونم تمام چیزهایی که توش هستش، بعد پایه هایی که حافظه بهش میشه وصل بشه، اینا تمامش تو این دیاگرام اومده. و بعد در ادامهش ببینین ولتاژش رو نمیدونم گراندش که در واقع همون منفیشه، پورتاش پورت 0 تا 3 دربارش توضیح داده، یه پایه ریست داره، بعد پایه برنامه ریزی داره که برنامه که تو نوشتیم رو داخلش میریزیم، پایه های کریستالش هست که کریستال وصل میکنیم. اینجا نگاه کنین این بورد، حالا من میگم این بورد چیه، این کریستاله، این نقره‌ایه، این در واقع توش یه قطعه کریستالیه که یه خروجی رو، یه خروجی سیگنال با یه فرکانس دقیق و مشخص شده رو این همیشه داره میده تو خروجیش. الان این کریستال 12 مگاهرتزه، یعنی روی دو تا پایه داره، دو تا پایه این یه سیگنال با فرکانس 12 مگاهرتز همیشه هستش و توی این قطعات اینطوری مثل میکروکنترلر ما فرکانس داخلی کار این رو از روی این با این کریستال میسازیم و البته خب یه 2 تا خازن و این چیزا میاد سرش که اون قسمت اون مدار اسیلاتورش رو تکمیل میکنه. بعد دیگه جلوتر که خب خیلی چیزا ساختار حافظشه و میرسیم به این واچداگش که قرار شد بهتون توضیح بدم. ببینید روی میکروکنترلرها یه مکانیزمی هست، در واقع یه تایمره. به هر حال هنگ کردن و گیر کردن این توی در حین کار یه چیزیه که پیش میاد. عین کامپیوتر که هنگ میکنه دکمه ریست داره، از بیرون ریستش میکنیم، یا مکانیزمی مثلا توی سیستم عامل هستش که تعیین میکنه که روی بعضی از خطاها که اتفاق میفته و به سمت هنگ شدن پیش میره میگیم که سیستم عامل بیاد ریست کنه. داخل اینم به شکل سخت افزاری این امکان هست. یه تایمریه که داره میشموره همیشه، مثلا فرض کنین شما تنظیمش میکنین رو 5 ثانیه. این تو برنامه‌تون که نوشتین شما باید این قسمت رو در نظر بگیرین که 5 ثانیه یه بار اون تایمر رو ریست کنین. اگر ریست نشه، یعنی این قسمت رو فعالش کنیم واچداگ رو و اون تایمر ریست نشه، اون وقت این میکروه میفهمه که یه مشکلی پیش اومده، داره هنگ میکنه، خودش اون وقت میره خودش رو ریست میکنه و برنامه از اول شروع میکنه به کار کردن. در واقع یه مکانیزمیه برای جلوگیری کردن از
هنگ کردن سیستممون. روی تمام میکروها هستش و میتونیم توی برنامه فعالش کنیم و ازش استفاده کنیم. بعد UART رو داریم. UART گفتم همون سریاله، با 2 تا پایه، پورت سریالشه، با 2 تا پایه، یه پایه ترانسمیت و یه پایه ریسیو که توی دیتا شیت نگاه کنین با TX و RT، فکر میکنم RTه، با TX و نمیدونم، خلاصه چیزه، ترانسمیت و ریسیو دیگه. اون آره رو الان در این لحظه شک دارم روی اسمش، RX. TX و RX مشخص میشه تو دیتا شیت که نگاه کنیم و از طریق این با پروتکل سریال ما میتونیم دیتا بفرستیم توی میکرو یا ازش بخونیم. در واقع یه روش ارتباطی با دنیای بیرونه دیگه. یکی از پروتکل‌های ارتباطی میکرو با تجهیزات دور و برش. مثلا بخوام مثال بزنم، ماژولایی که GSM هستن، یعنی به شبکه موبایل وصل میشن، اونا همین پروتکل رو دارن. در نتیجه این دوتا رو، این میکرو رو به اون ماژوله وقتی میخوایم وصل کنیم، یکی از راهامون اینه که از این UART استفاده کنیم. یا GPS همینطور، ماژول GPS هم این پروتکل رو داره. یعنی اگه بخوایم سیستممون رو به GPS مجهز کنیم، میتونیم از UART استفاده کنیم برای ارتباطش. البته پروتکل های دیگه ای هم دارن و این بستگی به طراحیمون داره که کدومش رو استفاده میکنیم، ولی خب UART خیلی راحته راه انداختنش نسبت به اون یکی ها. این تایمراش 2 تا تایمر داره که تایمر داخلیه دیگه، تنظیمش میکنیم و میشموره در واقع با چه سرعتی، با سرعتی که ما تعیین کردیم و البته یه قسمت محاسباتی داره برای اینکه نسبت به کریستالی که اونجا انتخاب کردیم اون سایکل داخل این تغییر میکنه. یعنی اگر کریستال رو عوض کنیم و اون محاسبات سر جاش باشه، مثلا کریستال 12 مگاهرتز بوده ورداریم 24 مگاهرتز بذاریم، در واقع چون این داره با سرعت 2 برابری کار میکنه دیگه اون حساب ما درست در نمیاد. نسبت به سایکل داخل این و فرکانس این CPU سایکل و اون فرکانس ما باید زمانهای مختلفی میگیریم ازش. بعد دیگه من اینا رو تون روی دیتا شیت توضیح میدم برای اینکه اولا که قرار نیست اصلا با این کار کنیم و دوم اینکه در اون اندازه هم قرار نیستش اصلا در عمق مطالب این بریم، وگرنه خب هر کدوم از اینا داستانای طولانی داره. یه آیدل مود دارن همه CPU ها، همه میکروها، و این حالتیه که ما میخوایم که یه وقتی فرض کنیم که در یه شرایطی میخوایم که این میکرو خاموش نشه، روشن باشه، ولی تمام کارهایی هم که در حالت روشنش انجام میداد رو دیگه ازش انتظار نداریم. فرض کنین مثلا شما یه سیستمی طراحی کردین که میخواین بگین که اگه برق رفت این خاموش نشه، این کارش رو ادامه بده با مثلا یه باتری بکاپی که براش گذاشتیم، ولی نه که همه کاراش رو ادامه بده. فرض کنین مثلا یه ساعت درست کردیم، برق رفته و اون دیسپلیش که حالا هر چیزی که بود LED 7 سگمنت، LCD، هر چیزی که هست، چون برق لازم داره دیگه اونو نمیتونیم روشنش کنیم تو زمانی که برق نیستش. ولی از طرفی نمیخوایم هم که ساعتمون خاموش بشه و زمانش به هم بخوره که بعد برق اومد دوباره مجبور شیم تنظیمش کنیم. اینو میتونیم بذاریمش رو آیدل مود، یه سری خروجی ها رو این قطع میکنه دیگه کار نمیکنه، ولی داخلش اون ساعته رو که داره میشمره اون کار میکنه. بعد به محض اینکه برق بیاد حالا به یه روشی مثلا بهش اینتراپت بدیم
یا هر چیزی، یا یه پایه ای رو مثلا تعیین کنیم روش که از روی اون تشخیص بده که تغذیه اصلی سیستم برقراره، از طریق اون دوباره برگرده توی حالتی که روشنه و با تمام امکاناتش کار میکنه. رو تمام میکروها همچین مسئله ای رو ما داریم. بعد دیگه میاد روی نحوه پروگرام کردنش که چه شکلی باید باشه، رو چه پایه‌ای باشه، بعد چه سیگنال ها. ببینین روی تمام اینا این سیگنال ها مهمه براشون که روی چه پایه‌ای، با چه زمان بندی و با چه فرکانسی ما این سیگنال ها رو بفرستیم که اون مثلا اون برنامه‌مون منتقل بشه روی این یا بخونیمش. بعد یه سیستم دیگه ای هم حالا روی دیتا شیتش ببینم اگر بهش رسیدم، که نرسیدم، ولی اینو بهتون توضیح میدم. چند تا پایه داره، البته توی بالاش روی مشخصات خلاصش که بود گفتم، ولی اینجا حالا تو متنش از روش رد شدم احتمالا. ما یه بیتلاک داریم که صورت مسئله اینطوریه. شما فرض کنین که میاین یه سیستمی رو طراحی میکنین، برنامه مینویسین و این برنامه ها رو میکرو هم میریزین و این سیستم رو تولید میکنین و وارد بازار میکنین. من میام یه دونه از این دستگاه شما رو میخرم، میام بازش میکنم، خب بردش و بعد امکانات فیزیکیش که با چشم دیده میشه رو که خب خیلی راحت میشه کپی کرد. برنامه‌ای که توی سی پی یو تون هستش، تو میکروتون ریختین رو هم به هر حال لازمه دیگه، برای اینکه اون دستگاه کار کنه اونم لازمه. میشه همونطوری که اینو برنامه ریزی کردیم این میکرو کنترلر رو، با همون دستگاه بیایم برنامه روش رو بخونیم و بعد اون وقت دیگه من میتونم اون دستگاهی که شما مدت‌ها زمان صرف کردین، هزینه کردین، طراحی کردین و من با یه زمان خیلی خیلی کوتاه‌تر کپیش کنم و بسازم و بیارم وارد بازار کنم. حالا این یه راه جلوگیری داره ازش، از راه‌های خیلی در نظر گرفته شده و معمول روی میکروکنترلرها گرفته تا روش‌های خشن هم داره این کار که میگم. راهی که خود سازنده و روی میکروکنترلرها میذاره بیتلاکه. یعنی اینا در واقع اینطوری فرض کنین که داخل خود میکرو یه تعداد فیوز هست و ما بعد از اینکه برنامه‌مون رو میریزیم روش، بعد میایم این فیوزها رو میسوزونیم، یعنی اصطلاحاً اینو بیتلاکش رو قفل میکنیم. در نتیجه بعدش دیگه از روی این میکرو امکان این که برنامه‌ای که روش هستش، این امکان این که اینو بخونیمش وجود نداره، برای اینکه اون فیوزها در داخل دیگه سوزونده شده و ارتباط اون پایه ها با بیرون قطعه و نمیشه خوند. ولی خب مثل همه کارها که به هر حال سیستم های امنیتی راه دور زدن داره، اینم راه دور زدن خودش رو داره که بعد دیگه بقیهش میره روی کارهای فیزیکی دیگه، که حتی در این حد که میان بعضی تولید کننده ها پایه برنامه ریزی این رو میبرن، اصلا از بیخ میبرن و دیگه کلن عقیمش میکنن دیگه میکروکنترلر رو. نه بعد از اون دیگه میشه برنامه جدیدی روش ریخت، نه آپدیت میگیره و نه اینکه قابلیت خوندن داره، یه بار مصرف میشه. این قسمت بیتلاکشه. این از این میکرو. بعد در ضمن یه تیکه از سوالایی که پرسیده بودین که خب حالا ما این برنامه رو نوشتیم چجوری منتقل میشه روی میکرو. ما یه وسیله‌ای داریم به اسم پروگرامر که کارش اینه که اون برنامه رو منتقل میکنه روی میکرو. اینو اینجوری ما میذاریمش اینجا، این آیسیه رو، این اهرمه رو میدیم پایین، این الان وصل شد.
این البته خیلی قدیمیه، این میکروه چه خودش قدیمیه و این سیستمم قدیمیه. اون زمان که من کار میکردم من با این میکرو خیلی کارا انجام دادم و دوست داشتم که پروگرامرش خودم بسازم و طرحش هم بود تو اینترنت و اینو من از روی اون درست کردم که پروگرامر این بود. البته فقط یه حالت خاصی از این میکرو رو میشد برنامه ریزی کرد، شمارش 89S51 که این 89C51 هم داره که اون پروگرامر تخصصی تری لازم داشت، دیگه با این نمیشه. بعد این ورش هم که سریال این میخورد به پورت سریال کامپیوتر که الان اصلا هیچ کدوم از مادربردها و کامپیوترها پورت پارالل که هیچ کدوم از کامپیوترها الان پورت پارالل اصلا ندارن دیگه. البته نحوه پروگرام شدنش سریال این، ولی خب به پورت پارالل وصل میشد، پورت موازی کامپیوتر. و خب این مداری هم که کنارش بودم که هست دیگه. این کارش اینه که از طریق اون چند تا پایه‌ای که در نظر گرفته شده روی میکرو، اون برنامه با یه الگوریتمی کپی میشه روی این که دیگه اون یه کار کاملا سخت افزاریه دیگه. در اون زمان این برام خیلی کیف داشت که با این کار میکردم، ولی خب دیگه الان اصلا پورت پارالل وجود نداره و حتی من نمیدونم الان اصلا تو بازار اگه بریم این میکرو دیگه وجود داشته باشه یا نه. ولی خب الان من خودم خیلی چیزا با این درست کردم، یعنی تو کار درست کردم، نه به شکل آزمایشگاهی و بازی. این از این میکرو. بعد چیز بعدی که گذاشتم نشون بدم این یکیه، این LPC 1788 در ضمن قبلیه جز خانواده ای بود که اینتل ساخته بود، Z80 مال اینتل بود و اینو که همین این یکی میکرویی که قبلا نشون دادم این مال اتمله که یکی دیگه از سازنده های چیپ ها هستش، ولی از نظر ساختار داخلی کنترلرها با هم فرق میکنن. این از نوع میکروکنترلرهای آرمه، تولید کنندش اسم شرکتش آرمه و البته معماری داخلی این با اون فرق میکنه، یعنی این گروه با اون گروه معماریشون با هم فرق میکنه. برای این من دیگه دیتا شیت نشون نمیدم. این یه بورد تستی و آموزشی این میکروه که این خود میکروکنترلره. بعد دیگه میبینین دیگه یه سری اینجا این پایه ها هست که تمام قابلیت های این و پورت های این رو آوردن بیرون از طریق اون. بعد امکان قابلیت USB داره، البته نه خودش، بعد در کنارش چیپ USB قرار بگیره. میبینین USB هم چیز هست، هم گست هست، هم هاست هست. بعد دیگه چیزهای دیگه RS 485 داره، RS 232 که همون UART پورت سریالی که اونور بود و به اضافه اینکه این در کنارش حافظه ها هم قرار دادن. برای چون بورد آموزشیه تمام این قابلیت ها رو کنار هم گذاشتن که کسی که میخواد باهاش کار کنه بتونه راحت باهاش کار کنه و درگیر ساختن سخت افزار نشه. و یه سوالی که توی اون پستای قبلی پرسیده بودین اینه که آیا نمیشه که ما به جای اینکه اینو بریم بخریم، یا الان این یکیش که تو فکر کنم توی ویدیوی دیگه ای معرفی کنم و چیزیه که الان باهاش کار میکنم، به جای اینکه ما بریم اینو آماده بخریم خودمون بسازیمش، این که من ساخته بودم مثل این. ببینین این جدیده، اون قدیمیه تو فرکانس پایینی کار میکرد، سرعتش پایین بود. اینا تو فرکانس خیلی بالایی دارن کار میکنن و ما توی طراحی PCB توی ساختن این و این ببینین این خطایی که روش هست که خب اینا خطوط مسیه، تو طراحی این مسائل و نکاتی میاد وقتی فرکانس یه مداری خیلی میره بالا، نکاتی میاد که اینا میتونن به همدیگه جریان القا کنن
در کنار همدیگه که هستن، چون میدان الکتریکی اطراف اون خطا ایجاد میشه، اینا میتونن به همدیگه روی همدیگه القا کنن. این القاه چه اسمی داره تو از نظر فنی؟ نویز. یعنی در واقع میتونن نویز بندازن رو همدیگه و در نتیجه این نویزه باعث میشه که سیستم شما کار نکنه، این میکروه کار نکنه یا درست کار نکنه. همین مسئله که خیلی طراحی دقیقی لازم داره و بعد ساختن خود این خیلی پیچیدگی هایی پیدا میکنه. این برد الان ببینین دو لایه است، این تو هر دو طرفش این خطا هستن. خب اینی که من ساختم یه لایه بود، این فقط توی یک سمتش این خطا هستن، یکی سمتش هیچی نداره. تمام این پیچیدگی ها و این مسائل باعث میشه که نشه که اینو تو خونه ساختش. اینو ببینین، حالا نمیدونم شاید بعدا اینو براتون توضیح دادم، خودم هم این کارو نکردم ولی وسایلش رو گرفتم که احتمالا انجام بدم. یه همچین برد ساده ای رو تو خونه با اسید و بعد لتراست و ماژیک ضد آب و این ماژیک ضد آب و این چیزا، یه همچین چیزی رو میشه درست کرد. ولی یه برد با این پیچیدگی رو هرگز نمیشه با لتراست و اسید و اینا درست کرد، به هیچ وجه در نمیاد توی این کار. یا کلش رو اسید حل میکنه، مسا رو میبره، یا به اون دقت نمیتونه. یعنی هرچی دقت میره بالاتر، تکنولوژی که استفاده میشه برای ساخت اینا هم میره بالا. مثلا یکی از تکنولوژی ها استفاده از CNC، یعنی یه مثل پلاتر اگه دیده باشین که یا پرینترهای قدیمی که هد داشتن حرکت میکرد روی کاغذ رسم میکرد، یا پلاتر که قلم‌های مختلفی رو ور میداشت اون هده و نقشه میکشید. این هم تو CNC هم در واقع ابزارهای مختلفی رو ور میداره و این مس رو با دقت میتراشه و اینایی که باقی میمونه که خب همون طرحی هستش که ما در واقع در نظرمون بوده، طراحی ما بوده که باقی میمونه. این رنگ آبیش و اینا رو خیلی سخت نگیرین، این چاپ رنگیه برای اینکه خود این مسا رو از زنگ زدن و اکسید شدن محافظت کنه، اینو میزنن و به اضافه اینکه خب قشنگ هم هست دیگه. اینو بعدا اگر خودم انجام دادم این قسمت ساختن اینو توضیح میدم، منم تا حالا انجام ندادم. فکر کنم این ویدیو طولانی شد و همینجا تمومش کنیم تا بعد بریم روی همون میکرویی که قراره و ادامه برنامه روش بدیم که من اونو هم بهتون معرفی میکنم، هم که اولین برنامه رو مینویسیم و یه دونه LED باش. معمولا تو برنامه کامپیوتر هلو ورلد مینویسیم. توی این چیزا یه میکروی جدید میاد دستتون، ساده ترین برنامه که کاری که میتونین انجام بدین باهاش اینه که یه دونه LED باش روشن کنین، یعنی یه چراغ کوچیک باش روشن کنین و اون موقع اگر این کار رو کردین مثل حکم هلو ورلد برنامه های کامپیوتری رو داره، یعنی تونستین این میکرو رو راش بندازین. پس فعلا تا اینجا داشته باشین تا بعدیشو که خب من بسازم و چیزای جدید بهتون معرفی کنم. فعلا خداحافظ.